انسانها را فراموش نمیکنه، بلکه اندکترین نیکی را میپسنده، خوشش میآید. به طور مثال یک کسی هست 60 سال عمر خود را در کفر سپری کرده، 80 سال کفر به اصطلاح سپری کرده، 100 سال عمر خود را در کفر سپری کرده. یک نیکی اندک را در آخر عمر انجام میده که عبارت از خواندن لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشه. پس وقتی که این کافر 60 ساله کلمه میخوانه یا 80 ساله کلمه میخوانه یا 100 ساله کلمه میخوانه، پروردگار برش بلا کیف نمیگه که به اصطلاح من این کلمه خواندن تا پذیرش نمیکنم، این نیکی تا من قبول نمیکنم، چرا که تو 60 سال به اصطلاح عمر خود در کفر سپری کردی یا 80 سال یا 100 سال، بلکه میپذیره و تماما بدی هایی که در طول 60 سال کرده بود، در طول 80 سال کرده بود، در طول 100 سال کرده بود فراموش میکنه. حالا به اصطلاح نو از این به اصطلاح چی میکنه؟ پند میتشه که تو خواندی کلمه طیبه را، زندگی تا به اصطلاح 24 حرف کلمه چی بکن؟ سپری بکن 24 سال زندگی تا. پس از این جهت است که اونمو کفری که به اصطلاح کلمه خوانده او دوست پروردگار میشه و پروردگار او را دوست خود انتخاب میکنه. چرا؟ به سبب یک نیکی. خب ما افغانی ها به اصطلاح چه قسم هستیم؟ ما گفتیم که یک برادر بر ما 20 نیکی کرده، 40 نیکی کرده، 60 نیکی کرده، 80 نیکی کرده. خو یک مرتبه یا به قصدن یا به سهون یک بدی را کرده در مقابل نفس ما تمام نیکی های از او را سرش خاک می اندازیم، اما یک بدیش به اصطلاح چی میکنیم؟ جلوه میدیم. پس امی که ما ناکام هستیم، امی که به اصطلاح رشد نمی کنیم در بود دنیا، رشد نمی کنیم در بود عقبا، سببش همین است که ما به اصطلاح چی هستیم؟ ناسپاس هستیم. ناسپاسی ما چی هست؟ که تمام نیکی های یک بنده ای که بر ما کرده همیشه فراموش میکنیم به خاص خاطری که یک بدی کرده. اما حضرت علی کرام الله وجهه مهربانی میکنه، میگه برادرت که در مقابل تو یک بدی کرد به 70 موارد ببخشش. من چی میگم؟ شما به اصطلاح ضعیف هستین که همه من و شما ضعیف هستین. میگم 70 دانه به اصطلاح دلیل خود تو آورده نمیتونی و قدر وقتم نداری، حداقل به 7 دلیل ببخشش. بگو گرسنه بود، با خانه و فامیل خود بر جنگ و نزاع بود، تشنه بود، قهر بود، فکرش نشده، خیر است که می کار کرده. این 7 دلیل شد. پس وقتی که یک